سلام و درود دوستان عزیزم، امیدوارم که حال همتون عالی باشه. خوش اومدین به این ویدیو آموزشی دیگر. در این ویدیو آموزشی میخوایم وقتی که براتون مسیج میاد، مسیجتون خیلی خوشگل نمایش داده شود. مثل این مثلا نگاه کن اینجا. اگر میخواین برین این قسمت رو فعال کنین، میایید توی تنظیمات گوشیتون، اینجا این قسمت نوتیفیکیشن رو کلیک کنین. قسمت کلیک کردین، قسمت نوتیفیکیشن پاپ آپ استایل، این قسمت هم کلیک کنید. بعد این قسمت رو انتخاب کنید، قسمت بریک. از این قسمت هم میتونید برای همه برنامه هاتون انتخاب کنید و از این قسمت هم میتونید هر کدومی را انتخاب کردین انتخاب کنید. اینجا در آخرم دن رو بزنین، اوکی میشه.